فراخوان برای عزیزانی که در راهروی مرگ در ایران هستند. دیگر روز آنگاه که خبر آمد به همه روستا قول دادم و به جهان وعده که نخواهم گذاشت که فاجعه روی دهد. خواهرم در راهروی مرگ است. بعد از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1388 رژیم ایران بدتر از هر نیروی اشغالگری با مردم رفتار می کند. هر صدای مخالف را از طریق ارعاب، زندان، شکنجه، تجاوز به امر و کشتار خیابانی خاموش می سازد. در حال حاضر ما شاهد موج جدیدی از اعدام ها هستیم که یادآور دهه 60 و آنچه بر اپوزیسیون ایرانی در آن سالها گذشت می باشد. در تاریخ 20 آبان احسان فتاحیان به دار آویخته شد. مجازات اولیه وی که 10 سال حبس بود در دادگاه تجدید نظر به مجازات اعدام تبدیل شد. چنین عملی حتی با قوانین حاکم بر سیستم قضایی ایران نیز مغایرت دارد. رژیم ایران کماکان به افزودن به لیست سرنشینان راهروی مرگ ادامه داده است. آخرین قربانی یک زن فعال سیاسی کرد به نام زینب جلالیان است. جمهوری اسلامی در حال حاضر 19 تن از زندانیان را در لیست راهروی مرگ دارد. این خود بازتاب کاملی است از وحشت افکنی در میان مردم با همه گوناگونی قومی، مذهبی و وابستگی‌های سیاسی. این لیست اعدام شامل 14 زندانی کرد، 4 متهم به وابستگی به گروه‌های سلطنت طلب و 1 عضو سازمان مجاهدین خلق است. محاربه با خدا وجه مشترک این متهمین از نظر این رژیم است. ما امضا کنندگان زیر مصرانه از تمامی مردم دنیا و حکومت‌هایشان درخواست می‌کنیم که در دفاع از این افراد بیگناه و افشا کردن این احکام فریاد خود را بلند کنند. مصرانه تقاضا داریم که کمیته‌های محلی با مشارکت سازمان‌های زنان یک کارزار تمام عیار برای آگاهسازی افکار عمومی و حداکثر واکنش در مقابل اعدام قریب الوقوع زینب جلالیان به راه اندازند. مصرانه از تمام کسانی که در مسئولیت‌های حکومتی در هر سطحی هستند، اعم از اعضای دولت، نمایندگان مجلس و سایر مقامات منتخب تقاضا داریم تا سکوت خود را شکسته و احکام اعدام در ایران را محکوم کنند. ما از گروه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی، دانشگاهی و فعالین حقوق بشر تقاضا داریم تا به فراخوان ما پیوسته و به گسترش برد و پژواک آن یاری دهند. از شما تقاضا داریم تا تومارمان را به نام Save Iran from Executions، ایران را از اعدام ها نجات دهید، که در آن از شورای امنیت سازمان ملل برای رأی دادن به یک قطعنامه علیه این سری اعدام ها در ایران درخواست می شود را امضا کرده و در انتشار هرچه گسترده آن ما را یاری دهید. لطفاً برای نجات جان خواهرمان زینب و سایر قربانیان راهروی شوم ما را یاری کنید. ما نمیتوانیم بار دیگر نگاهمان را از این جنایات برگردانیم و اجازه دهیم که به وقوع بپیوندند. سال تازه میلادیت مبارک زینب جان. سال تازه، سال آزادی برای تو و برای میهنت. با هم
می توانیم دیکتاتور را متوقف کنیم.